آیا میتونی دوباره بلند بشی؟ زندگی پر از اتفاقهاییه که شما رو از مدار موفقیت و مدار زندگی خارج میکنه. لحظه هایی که از خودت میپرسی دوباره میتونم بلند بشم؟ دوباره میتونم پاشم، جمع کنم خودم رو، بسازم، ادامه بدم، عاشق بشم، بخندم و خوشحال باشم؟ اتفاقاتی که تو سطح جهانی میفته، جنگ، بحرانهای اقتصادی، تو سطح شخصی، بیماری، از دست دادن عزیزان، خیانت، شکست عاطفی، جدایی، شکست مالی، اتفاقاتی که همه اینا باعث میشه یه جایی از مدار موفقیت که هیچ از مدار زندگی پرچی بیرون، بیفتی گوشه رینگ و به اصطلاح ناک اوت بشی. انگار زندگی نتونی خودتو جمع جور کنی. هر کسی که میخواد برآیند زندگیش برآیندی باشه که حاصلش حس موفقیت، حس خوشبختی و رضایت، باید این رزیلینس و تاب‌آوری رو خوب بلد باشه. باید بلند شدن دوباره رو بلد باشه. چون زندگی همه ما رو با این بحران‌ها و مصیبت‌ها مواجه میکنه. همه ما شبایی رو تجربه میکنیم که جز خودمون و بالشمون که داریم توش گریه میکنیم هیچ کسی رو نداریم. همه ما یه جاهای تنمون میلرزه از حجم فشاری که روی دوشمونه. و آدم قوی کسی نیست که این دردا رو نداره. آدم قوی کسیه که با وجود این دردا ادامه میده، درد میکشه، گریه میکنه، صبح میره به میتینگش میرسه، به کارش میرسه، ورزششو میره، باشگاهشو میره، یه قدمی برمیداره. فیزیکی خودتون رو متوقف نکنید.